امروز میریم سراغ یه فصل کمتر دیده شده از زندگی پیکاسو، یعنی دنیای سفالهاش. برای دهه‌ها این سوال در مورد هزاران اثر سرامیکی پیکاسو مطرح بود. بیاین ببینیم داستان چیه. سال 1946 معروف‌ترین نقاش دنیا یهو تمام توجهش رو گذاشت روی یه مدیوم قدیمی، سفال. دنیای هنر باورش نمیشد. این یه کار هنری جدیه یا فقط یه سرگرمی ساده؟ خب همه چیز از والجریس تو جنوب فرانسه شروع شد. اونجا بود که داستان عوض شد. ببینید، برای بیش از 2 دهه با صنعتگرهای محلی کار کرد و کاملاً غرق این هنر شد. این یه سرگرمی کوچیک نبود. داریم درباره نزدیک به 4000 اثر حرف میزنیم. سرامیک‌هاش انگار دفتر خاطراتش بودن، پر از حس شادی و آفتاب زندگی اونجا. اما نکته اینجاست، اون فقط ظرفا رو تزیین نمی‌کرد، داشت از نو خلقشون می‌کرد. ببینید چطور سنت‌های باستانی رو با نگاه مدرن و رادیکال خودش ترکیب کرد، یه چیز کاملاً جدید. همون تم‌های آشنای نقاشی‌هاش اینجا هم هستن: گاوبازی، اسطوره‌ها و طبیعت. اون همیشه در حال آزمایش بود، با تکنیکایی مثل انگوب، بافت‌های خیلی خاصی می‌ساخت. خب برگردیم به سال اولمون. چی شد که نگاه‌ها بالاخره به این کارا عوض شد؟ برای سالها دنیای هنر این کارها رو جدی نمی‌گرفت، فقط به چشم قطعات تزئینی می‌دیدشون. اما کم کم اوضاع تغییر کرد. اول مجموعه دارها، بعد موزه‌ها، همه ارزش کارش رو فهمیدن. این آثار رو کنار نقاشی‌هاش گذاشتن تا همه ببینن اینها چقدر به هم مرتبطن. تأثیرش فوق‌العاده بود. منتقدها میگن سرامیک بعد از پیکاسو دیگه اون سرامیک سابق نشد. و نکته اصلی همینه. اون مرز بین هنر والا و صنایع دستی رو کاملاً از بین برد. و این ما رو به فکر میندازه شاید نبوغ واقعاً به مدیوم ربطی نداره. به دیدگاه هنرمند بستگی داره.